از هر دویتون فقط یک توپ باقی مانده است. آیا نمبر 8 برنده خواهد شد یا خیر؟ بله نمبر 8 برنده رقابت‌ها شد. تبریک باشه. بله اول بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز خوش آمدید به مرحله فینال و آخر این سلسله رقابت‌های کاینس کینگدم چالش. در این مرحله از همانطوری که در تصویر مشاهده میکنید دو نفر با هم رقابت خواهد کرد. ببینیم از میان این دو نفر کدامش برنده یک عدد موبایل خواهد شد. بازی از این قرار است که توپ را میارد داخل هر یک از این دیگچه ها میاندازد به ترتیب از اونجا شروع و به سمت راست به سمت چپ. ببینیم از میان این دو نفر کدامش برنده این موبایل خواهد شد. با ما باشید. خب دوستای عزیز بازی را آغاز میکنیم. نمبر 1 و نمبر 8 در دوتون آماده باشید. نمبر 1 و 8 بازی بسیار جذاب و هیجان انگیز است. از میان این دو کدامش برنده؟ بله هر دویش یک دانه انداخت. فقط 5 توپ دیگه مانده است. هر دویشون به 1 منال پیش میرود. بله نمبر 1 میتونی نمبر بله نمبر 8 هر دویشون فعلا دو توپ رو انداخته است. بله نمبر 8 3 توپ. آیا نمبر 1 توپ سوم را خواهد انداخت؟ بله نمبر 8 4 توپ فقط 2 توپ دیگه مانده است. آیا نمبر بله دوستان تشویق کنید. نمبر 8 فقط 1 توپ مانده است. میتونه برنده شد یا خیر؟ نمبر 8 فقط 1 توپ باقی مانده است. از هر دویتون فقط 1 توپ باقی مانده است. آیا نمبر 8 برنده خواهد شد یا خیر؟ بله نمبر 8 برنده رقابت‌ها شد. تبریک باشه. بله اول بود استمد. خب دوستای عزیز نمبر 8 برنده این سلسله رقابت‌ها شد و یک تشویق جانانه بکنید. از نمبر 8 سوال میکنیم بعد از 4 مرحله تا نیست به مرحله فینال برسد. مرحله فینال هم خوشبختانه برنده شد. برنده یک عدد موبایل. میپرسیم چی احساس دارد برای ما بگوید. احساس خوشی دارم. خب بسیار عالی. چی فکر میکنید از اول فکر میکنید که میتونی ببری؟ اعتماد به نفس زیاد بود. در دوستا فراموش نشود که در مرحله سوم هم گفته بود 100% میبرم. ببینید که اعتماد به نفس واقعا عالی بوده. خب بازم تبریکت باشه. یک عدد موبایل دیگه با خوبی و خوشی استفاده بکنی. تشویق کنید دوستا یک بار دیگه. یا موبایل تشویق باش. تبریکت باشه از اینکه بازم اشتراک کنید. تشکر.